به 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 آقا، خیلی خوش اومدیم به کانال محفل داداش و خواهرای گلم. این دفعه اومدیم سر وقت یه موزیک تاجیکستانی دیگه، یه رپ تاجیکستانی دیگه از باستر ما آهنگ گوش دادیم و ترکون اونجا اومدیم گفتیم که یه موزیک دیگه از باستر ریاکشن بدیم و ببینیم که چه کار کرده. رپ تاجیکستان عشق، رپ تاجیکستان حرفه‌ای. یه سری نقدا بود که بهم میگفتن چرا نظر واقعی تو نمیگی. واقعا من نظر واقعیم آقا راجع به موزیک تاجیکستان هرچی که ریاکشن میدیم، هر جا که بد بوده میگم که بده. خب حالا مثلا یه سری میگن که چرا نظر واقعی تو نمیگی. آره مثلا شاید مثلا به روز دنیا نیست، مثلا چی میدونم دریل کار نمیکنه، که هرچند دریل هم بود، ولی مثلا تو سبکی که دارن خودشون کار میکنن واقعا استاندارده. هرچند که جایی بود که مثلا میگفتم اینجا مثلا میکس مستر ضعیفه، یا مثلا اینجا یکم مثلا میتونست مثلا اگه سویچ کنه بهتر میشد و اینا، ولی واقعا نظر واقعی ما میگم راجع به موزیکا و اینجوری نیست که الکی بچه الکی بزنن، نه واقعا نظر واقعی من. خلاصه امروز اومدیم سر وقت یه موزیک دیگه از تاجیکستان از باستر، اسم موزیک است سروی خیرومون، نمیدونم معنیش چیه، یا سر خیابان، نمیدونم، نه سروی خیامون، نمیدونم معنیش چیه. اگه به فارسی اگه میشه داخل کامنت واسه من حتما بنویسین. خلاصه اومدیم با هم دیگه گوش بدیم ببینیم که چیکار کرده باستر عزیز. قبل که پلی کنیم لایک و کامنت ساب بچه یادتون نره. 2000 تایی شدیم آجی، بابا دمتون گرم 2000 تایی عشق دیگه. سری برید سر وقت ویدیو ببینید که چیکار کردیم. لایک و کامنت ساب یادتون نره. بریم. اوه دل نوشته ملودی غمناک. تاجیکستان خوراکشه چیزای غمناک آدمو به گریه بندازه. Shame Production. یو اوکی روز میشود سیاه بهتر میشود زیاد نکی دیل میگه با بیا با حول نمیسوزه دیلی سیاه او دازیلیم نیه کیف رو تنگ میزنه. شروع شد ملودی بازی با صدای تاجیکستانی ها شروع شد دوباره آقا. او دازیلیم نیه کیف رو تنگ میزنه بعدی او چند دست زنگ میزنن ایس او سمیرا واولی دیلی آهانی تنگ میزنن تو میفهمی از وقتی که خلی نونه. وای آقا وای، من خیلی احساسی میشم وقتی اینجوری با صداشون بازی میکنن. لا 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 لا، اصلا سوزه که میباره از این صدا واقعا. تو میفهمی از وقتی که خلی نونهوش تو میفهمی زدیم وقتی میکنند فراموش تو میفهمی از وقتی که خلی نونهوش تو میفهمی زدیم وقتی میکنند فراموش میدونین نکته اصلی کجاست؟ این که من زبون رو کامل نمیفهمم و انقدر تحت تاثیر قرار میگیرم. قدرت موزیک اینجا معلوم میشه که من زبون رو نمیفهمم ولی واقعا تحت تاثیر قرار میگیرم. قدرت موسیقی این خیلی صداش خوشگله باستر. حاجی اصلا رپ نیست، بیتش بیت رپه. مگه عباسه ما رپ نشنیدیم حاجی؟ خیلی خوشگله.
میفورم سر کنومایسا نک دیلی تو مگدیگاچ دیلی مادر روزن میزنه تیری نایزرام مرا تیک میکنه دیلو آره تیک میشه توی تیلا وای چه ملودی داره میاره. باریکلا پسر، باریکلا باستر، چه ملودی قشنگی داره میاره. چقدر ملودی عوض کرد از اول ترک. تیک میکنه دیلو آره تیک میشه توی تیلا قاطی موزیکای اکاپیلا تو که هیچ کنی وفهم چه خیرم تو دی خیل دست با دست ما شب و پاس ماست دیل میگه باس که که درد شکستی پروست ماده یخ وقت مشکله گوش که درد دیل هرگیز از یو دیل منو سروی خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. نروا هرگیزم میره ای تو اصلاله دیلو جون نروا هرگیز از یو دیل منو سروی خیرمو نروا. مرسی باستر عزیز، مرسی از این حسی که به ما دادی، مرسی از این هنرت، مرسی از این صدا، مرسی از این استعداد تاجی. واقعا دم دیگه هم اصلا تاجیکیا من گفتم داخل چیزای دلنوشته و چیزای احساسی استادن. یعنی قشنگ میتونن آجی مرمورت کنن، یعنی قشنگ میتونن اشکتو در بیارن بشین اینجا زار زار گریه کنی. اینقدر که خفنن داخل موزیکای احساسی. اصلا رپ، آرنبی، موزیکای سنتی خودمون کشور اصلا فوق العاده است، فوق العاده. زبون قاصر، دمتون گرم. دم شما گرم که تا انتهای ویدیو با هم بودیم. بچه‌ها لایک و کامنت حساب یادتون نره. بریم واسه اتفاقای خفن دیگه و اینکه دمتون گرم که حمایت میکنین. لینک موزیکای پیشنهادیتون حتما داخل کامنت ها واسم بنویسین. لینک موزیکای پیشنهادیتون و اینکه دمتون گرم. فعلا